هیچ کس حق نداره این جمله رو به کسی بگه خدا تو رو نمیبخشه. جرأت گفتن این جمله به هیچ احدی تحت هیچ شرایطی نداشته باشید. این گستاخی است و دخالت در امر خداست. همه جوانای ما خوبن، یه روزی برمیگردن. اگه بر نگشتن احساس غربت و تنهایی میکنن با همه امکانات رفاهی و مادی. آخه یه روزی برمیگردن. تو حوصله داشته باش. آقای ضیایی خدا رحمتش بکنه، بهشت فردوس نصیبش بکنه، بهش گفتن بس جناب شیخ دیگه نگو، خسته شدید، این مردم خوب نمیشن، حرف گوش نمیدن. گفت من میگم 1 بار 2 بار 100 بار 999 بار، شاید بار 1000م چه متحول بشه.